تک تک حیوانات داستانهای جذابی برای تعریف کردن دارن، چون هیچ کدوم تو حیات وحش از خطرات پیش رو در امان نیستن. تو این ویدیو به قلب آفریقا و کشور زامبیا سفر میکنیم و با یه پلنگ مادر آشنا میشیم به نام اولیمبا. برای بقا تو حیات وحش پلنگ‌ها باید به یه شکارچی ماهر تبدیل بشن. تو این مسیر باید از چالش‌های سختی عبور کنن. نجات از چنگ شکارچیانی مثل شیر و کفتار فقط شروع ماجراست که اونم تنها با حمایت پلنگ مادر امکان پذیره. ولی بزرگترین چالش یه پلنگ موفقیت تو اولین شکار و بعد مستقل شدن و جدایی از قلمرو مادرش محسوب میشه. تو این ویدیو داستان فوق‌العاده‌ای از زندگی اولیمبا و پسرش ماکومبی رو براتون تعریف میکنم. داستانی که فقط 1 سال از زندگی پر از چالش پلنگ‌ها رو نشون میده. داستان ما از سال 2015 شروع میشه، وقتی تیم مستندسازی PBS تصمیم گرفتن یه پلنگ ماده که یکی از ماهرترین شکارچیان منطقه بود رو رصد کنن. اون کابوس همه حیوانات بود. به خاطر زیبایی و ابهتش اونو به نام اولیمبا صدا زدن که تو زبون محلی به معنی قدرته. اولیمبا مثل سایر پلنگ‌ها برای زنده موندن باید به تنهایی شکار میکرد. اون صاحب 2 فرزند شده بود و همین زندگی رو براش مشکل‌تر میکرد، چون برای امنیت فرزندانش از دست شکارچیانی مثل کفتار و حتی پلنگ‌های نر باید چند وقت یه بار محل زندگیشو تغییر میداد. درخت‌ها بهترین مکان برای زندگی پلنگ هاست و زندگی روی درخت‌ها اونا رو از حمله کفتارهای بیرحم دور نگه می‌داره. پلنگ‌ها هم صاحب قلمرو میشن. اونا بعد از اینکه مهارت کافی تو شکار کردن رو پیدا کنن، سرزمینی که شکار کافی براشون مهیا باشه رو نشونه گذاری میکنن و برای حفظ این قلمرو مجبورن تا با پلنگ‌های مهاجم بجنگن. پلنگی که قلمرو نداشته باشه به نام پلنگ کوچنشین یا سرگردان شناخته میشه. یکی از روزهای پلنگ کوچنشین وارد قلمرو اولیمبا شد. اون احتمالاً توی نبرد دیگه به شدت زخمی شده بود، چون یکی از پاهاش میلنگید. اولیمبا برای محافظت از قلمرو و فرزندانش به سرعت به پلنگ مهاجم حمله کرد. اون قدرت خودشو به خوبی بهش اثبات کرد، ولی خیلی نمیتونست از توله‌هاش فاصله بگیره. سر و صدای نبرد تو کل منطقه پیچید. پلنگ نری که به اون منطقه سلطه داشت با شنیدن درگیری خودشو به اون نزدیکی رسوند. اون با قدرت به پلنگ مهاجم حمله کرد و اونو مجبور کرد تا از قلمرو دور بشه. پلنگ نر تونست تا به خوبی از اولیمبا پشتیبانی کنه و بعد از اونجا دور شد. تو قلمرو پلنگ‌های نر چندین پلنگ ماده هم وجود داره. اولیمبا بعد از نبرد خودشو به سرعت به فرزندانش رسوند، ولی اتفاقی که نباید افتاد. با اینکه اولیمبا خیلی از توله‌هاش دور نشده بود، با این حال فقط یکی از توله‌هاش به سمت اولیمبا برگشت، چون یکی دیگه توسط شکارچیانی مثل کفتار از دست رفت. به نظر می رسید اولیمبا بعد از دست دادن دخترش دیگه ترسی رو تو وجودش حس نمی کرد. با اینکه حمله کردن به بابونها تو طول روز برای پلنگ‌ها پر ریسکه، ولی اولیمبا باید همه توانشو برای مراقبت از پسر خودش میذاشت. اولیمبا به خوبی از پسرش محافظت میکرد. پسری چشمابی که به نام ماکومبی شناخته شد. اون داشت بیشتر مهارت‌هایی که یه پلنگ باید داشته باشه رو از مادرش اولیمبا یاد میگرفت. ارتباط بین اولیمبا و ماکومبی بسیار قوی بود. ماکومبی رفته رفته داشت از یه توله پلنگ ضعیف به یه پلنگ قدرتمند تبدیل میشد. تو سن 1 سالگی اشتیاق کامل برای شکار کردن تو وجودش پدیدار شد. با اینکه اعتماد به نفس از چشمان ماکومبی موج میزد، ولی برای تبدیل شدن به یه قاتل حرفه‌ای مثل اولیمبا اون باید آزمون و خطاهای بسیاری رو انجام میداد. تا تبدیل شدن ماکومبی به یه شکارچی، اولیمبا شکارهای خودشو باهاش تقسیم میکرد. یکی از سخت‌ترین چالش‌ها برای یه پلنگ به دست آوردن اولین شکارشه. ماکومبی بارها و بارها شانس خودشو امتحان کرد، ولی موفق نبود. اون هر بار بعد از شکست سعی میکرد تجربه جدیدی رو یاد بگیره. ماکومبی برای روزها به پرنده ها حمله میکرد تا اینکه بالاخره موفق شد تا به اولین شکار خودش دست پیدا کنه. ماکومبی سرخوش و مغرورانه اولین شکارش رو جشن گرفت، ولی نمیدونست که قراره با سخت‌ترین چالش عمرش روبرو بشه.
اولیمبا که احساس کرد پسرش موفق به شکار شده دیگه براش مثل یه مادر دلسوز نبود. اون رفتارش به کلی با ماکومبی تغییر کرد. اولیمبا با غرش سعی میکرد ماکومبی رو از خودش دور کنه. وقتی سماجت‌های ماکومبی بیشتر شد، عکس‌العمل‌های خشن جای خودش رو به رفتارهای دلسوزانه مادری داد. اولیمبا با ضربه محکم چشم راست ماکومبی رو زخمی کرد تا بزرگترین درس رو به پسرش بده، یعنی مستقل شدن. مادری که با عبور از همه سختی‌ها فرزندش رو که برای ماه‌ها دلسوزانه ازش محافظت می‌کرد، حالا با سختگیری تمام اونو رها کرد تا با یه زندگی انفرادی و پر از خطر بعد از پیروزی تو همه چالش‌ها تبدیل به یه پلنگ قدرتمند بشه. این اتفاقیه که برای همه پلنگ‌ها میفته. حالا ماکومبی باید به تنهایی شکار کنه، در غیر این صورت از گرسنگی جونش از دست میده. مستقل شدن جزئی از زندگی پلنگ هاست. زندگی انفرادی برای هر پلنگ جوونی سخته، ولی برای ماکومبی شرایط سخت‌تر هم شده، چون چشم راست اون با ضربه مادرش به شدت مجروح شده. اولیمبا با توانایی بی‌نظیرش به خوبی از پس شکار کردن تو قلمرو خودش برمیاد. از اینجا به بعد مسیر زندگی اولیمبا و ماکومبی برای همیشه از همدیگه جدا شد. چند هفته بعد چشم راست ماکومبی کاملا کور شد، ولی اون تونست از پس سختی ها و چالش های مهم زندگیش به خوبی عبور کنه. اون حالا تو شکار پرنده ها مهارت خوبی پیدا کرده. شکارهای کوچیک مثل پرنده ها میتونه ماکومبی رو تا حدی زنده نگه داره. در کنارشون با تمرین شکارهای بزرگ مثل آنتالوپ باید مهارت‌های خودش رو تو شکار کردن بالاتر ببره. ماکومبی تو سن 1.5 سالگی کاملا از مادرش بی‌نیاز شد و زندگی خودش رو به عنوان یه پلنگ قدرتمند دنبال میکنه. اولیمبا هم برای دوباره مادر شدن حالا کاملا آماده است. اون قصد داره تا دوباره فرزندان دیگه‌ای رو بزرگ کنه. پلنگ‌های جوونی مثل ماکومبی با نشون دادن کمی توانایی تو شکار مجبور میشن تا سرزمین مادری خودشون رو ترک کنن. اونا به دور از مادراشون مجبور به دفاع از خود تو سرزمین‌های ناشناخته میشن، جایی که پلنگ‌های جدید، کفتارها و حتی شیرها تهدید خطرناکی براشون محسوب میشن. پلنگ‌های نر تو سن تقریباً 4.5 سالگی اگر از نبردها و گرسنگی‌ها و درگیری با شیرها و شکارچیان دیگه جون سالم به در ببرن، میتونن با مهارت‌هایی که کسب کردن قلمرو خودشون رو ایجاد کنن. به این ترتیب میتونن صاحب زمین‌ها و پلنگ‌های ماده بشن. مستند لئوپارد لگاسی داستان جالب و البته جذاب از اولیمبا و ماکومبی رو نشون میده. مرسی از توجهت. لطفاً نظرتو در مورد این ویدیو برام کامنت کن.